کنید. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز قراره با هم دیگه ویدیو خیلی خوب داشته باشیم. من توی این ویدیو یه تصمیم خیلی جدی گرفتم که به جای اینکه صدامو ضبط کنم و برنامه ها رو گیم پلی کنم، در مورد برنامه ها صحبت کنیم کنار هم دیگه و نظر شما هم داخل کامنت ها بگیرم. این یه تصمیم خیلی جدی برای زندگی من. البته از این موضوع بگذاریم، فکر کنم خیلیاتون برنامه ساکورا اسکول رو بشناسید. من بهتون پیشنهادش میکنم، ولی خیلی تئوری در مورد این برنامه هستش که من قراره همه اون تئوری ها رو براتون بخش بذارم و در مورد تک اون ویدیوها باهاتون صحبت کنم. ویدیو اول، سمت چپه. به نظر میشه او تنها فردی داخل مدرسه که همچین مدل خاصی داره. اون تنها دختریه که در کلاس خودش عینک داره. معنی اسمو به معنای گرانبها و واقعیه. معنی نام خانوادگی او به نام کوه سفیده. ممکنه اشکالی وجود داشته باشه که ریگماکی اصلا رینا رو نمیشناسه و در مورد ریتو سایجو به جای اینکه با وجود هم کلاسی بودن با تایگاش آشنا باشه همینطوره. اون یه دختر و قدرت بازوش یکه و همینطور قدرت پاهای اون هم یکه و جونش هم از 0 تا 100. اما حالا باید بریم سراغ بخش تاریک این تئوری. بزنید بریم. قطعا شما تا به حال اومدین داخل جای ایستگاه پلیس و همچین شخصی رو دیدین که نوشته به خاطر اینکه یک زن با همسرش رو کشته مورد تعقیب قرار گرفته و اگه ایشون رو پیدا کردین حتما به پلیس خبر بدین. خیلیاتون بهشون گفته بودین که ایشون یه مرد و یه زن با یه همسرش رو کشته، اما ایشون یک زنه. و خب شما این ویدیویی که بیجو مایک یعنی سازنده بازی داخل سایت ساکورا اسکول پخش کرده رو دیدین؟ شما وقتی وارد وبسایت رسمی ساکورا اسکول بشین همچین ویدیویی میبینید که بیجو مایک یعنی سازنده بازی آپلودش کرده. ما داخل این ویدیو خیلی چیزا رو فهمیدیم که بیجومک داره بین اشاره میکنه که کسی که پلیسا دنبالشن ایشونه که یک زن با همسرش رو کشته. دقیقاً همون چیزی که اونجا داخل ایستگاه پلیس نوشته بود و بیجومک داخل وبسایت ساکورا اسکول آپلود کرده بدون اینکه چیزی به ما بگه. و همچنین یکم دیگه بریم پایین‌تر داخل سایت رسمی ساکورا اسکول وقتی بزنید وبسایت ساکورا اسکول به خارجی سایت ساکورا اسکول براتون میاره. وقتی بریم پایین‌تر خود بیجومک اشاره کرده که کسی که یک زن با همسرش رو کشته و داخل ایستگاه پلیس تکش رو گذاشتن اون مامان یکی از بچهای مدرسه است. حالا یکم قضیه جالب شد نه؟ بیاین یه چیز دیگه هم ببینیم. شما وقتی میشم مردم ساکورا اسکول ازشون درخواست پول می‌کنین فقط 70 تا بهتون بدین، بعضی هم 60 تا. اما جای این دختر که برین می‌بینید که بهتون 2295 تا پول میده. یعنی ایشون میتونه اونقدر پولدار باشه که انقدر به ما پول بده. حالا بیاین یه چیز دیگه هم ببینیم و بعد اضافی که من دارم چیه. البته دیگه به این نمیشه گفت تئوری، این دیگه خود رازه. وقتی بیجومک بیاد همچین ویدیویی آپلود کنه و اینقدر مدارک خوبی رو بخوام براتون پیدا کنم این دیگه خود رازه. حالا بیاین یه ویدیو دیگه بهتون نشون بدیم. شما کافی فقط دوستا با ایشونو مش بزنید. بعد دیدین یه لحظه چی گفت؟ نگاه کنید. داره میگه که من به اونم میگم که تو این کارو داری با من میکنی. خب الان دیگه همه چی برامون واضح شده. اول ویدیو دیدین من بهتون گفتم که بیجومک گفته اونی که پلیسا دنبالشن و یک زنه و یک زن با همسرش رو کشته و مامان یکی از دانش آموزای مدرسه است. و خب ایشون هم گفتش من به مامانم میگم که تو این کار با من کردی. یعنی ایشون همونیه که پلیسا دنبالش هستن، یعنی مامان ایشون که مامان ایشون کسیه که کل مردم ساکورا اسکول از اینا وحشت دارن و پلیسا به خاطر این دنبالشن که میخوان اونو بکشن تا این ترس و وحشت تمام نشه. اما بیجو مایک سکوت نکرد و یه عکس دیگه هم داخل سایت ساکورا اسکول آپلود کرد. بیاین این یکی هم با هم ببینیم. و بله این عکسی که دارین این گوشی میبینید عکسی که بیجو مایک داخل سایت ساکورا اسکول آپلود کرده. قشنگ داره همه چی رو به ما نشون میده. قشنگ به زنی که پشت دانش آموز مدرسه ایستاده نگاه کنید. قشنگ هم میتونه مادرش باشه و به اون عکسی که ایستگاه پلیس قشنگ چاپ کرده اونجا گفتم ما دنبال این خانم هستیم. قشنگ شبیه هم خانومه، اما متاسفانه دیگه بیجو مایک صورت این خانومو نشون نداد. حالا بیا تئوری رو قشنگ با هم جمع‌آوری کنیم و قشنگ تئوری رو به شما بگم. البته این دیگه رازه چون که قشنگ معلومه همه چی بیجو مایک داره قشنگ بهمون لو میده، یعنی سازنده بازی. حالا بیا تئوری رو جمع‌آوری کنیم و یک راز ازش درست کنیم. تئوری که من دارم اونی که ایستگاه پلیس دنبالشه میتونه مامان همین ایشون باشه، چون که بچه‌ها قشنگ دیدین خود بیجو مایک اصلا خود سازنده بازی همچین فیلمی آپلود کرد. بعد حالا زیرش نوشته که اونی که ایستگاه پلیس دنبالشه مامان یکی از دانش آموزاست. خب آقا دیگه یعنی چی میشه گفت؟ یعنی واقعا مامان ایشونه. بچه‌ها به خاطر این که ایشون پول داره. طوری که خودمون توی ویدیو دیدیم، ویدیویی که اولین پسر ساکورای در ساکورا اسکول اون ویدیو رو برام گذاشته بود، توی ویدیو داشتش میگفتش که این خانم قاتل مادر اون دختر است که موهاش بنفشه و اینم که خود سازنده بازی توی اون سایت اصلی پستش کرده. ولی به نظر من که این تئوریش هم واقعی بود، همونطور مثل اون تئوریش که گفته بودم در مورد اون ربات گذاشته بود. حالا نمیدونم فکر کنم تو ویدیو نگفته باشمش، ولی گفته بود که یه 5 تا پارت گذاشته بود برای یکی از ویدیوهاش که توی اون ویدیو از یه ربات هوشمندی سوال میپرسید و از این ربات ها بود که جواب میده. از سایت اصلی رفته و کلی ثبت نام کرده بود و برام ویدیو ساخته بود تا ببینیم که واقعا اینایی که داره این تئوری هایی که در مورد ساکورا اسکول میدن واقعی یا نه. ولی به نظر من که تمامی این تئوری ها واقعی بودن و حالا از این نظر در نظر نگیریم چون ربات گفته،
هر تئوری که میذاره به نظر من واقعی، چون برای هر تئوریش یه فکت میاره و این فکتاش هم به نظر من واقعا درسته. ولی توی یه ویدیو دیگه هم بود که من هر چقدر گشتم نتونستم اون ویدیو رو پیدا کنم. یه بار دیده بودمش توی آپارات. توی اون ویدیو داشت میگفتش که داجی ساتو پدر همون دخترمون بنفش هست که الان داشتش در موردش میگفت. داجی ساتو هم یه آدم خلافکاره و کلی تئوری در موردش ساختن. بچه من خودم همین الان داشتم داخل آپارات میگشتم و یه ویدیوی خیلی وحشتناک از همین پسر ساکورایی در ساکورا دیدم. توی این ویدیوش داشتش میگفتش که حالا نمیدونم فکر کنم برای قدیمی بود، داشت میگفتش که اینا همونا که هستن که توی شیرینی فروشی، دیدید شیرینی فروشی که روبروی مدرسه است، یکم این ورترش، یعنی دقیقا این ور شیرینی فروشی مهد کودکی هست که اون مهد کودک یاکوزا، شاید خیلی بدونید، خیلی هم ندونید. برای توی اونجا یاکوزا رو تعلیم میدن تا وقتی بزرگ شدن تبدیل بشن به یاکوز و وقتی که به قیافشون دقت میکنه سراشون گونه است و دقیقا عین یاکوزا. انگار یاکوزا رفتن رو همون رنگ سبزی و خودشون رو کوچیک کردن و یه جورایی میشه گفت جاسوسن و کسایی که میان اونجا ازشون جاسوسی میکنن. یا اینکه اون تئوری که من دیده بودم داشتش میگفتش که اینا ساعت 2 بعد از ظهر کنید و یه دفعه میبینید که اینا دارن خداحافظی میکنن با یه چشمه و دقیقا روبروی همون چشمه. این خیلی یه تئوری خیلی دارک و عجیبیه که چرا اینا دارن چیزی میکنن، اون چشمه خود باش خداحافظی میکنن، میگن ICU یعنی خدا حافظ. و اینا چرا واقعا باید اینو بگن؟ حالا چه دلیل داره؟ هیچکی اونجا نیست. وقتی که بقیه بچه‌ها و مدیرا ساعت معلماشون ساعت 2 میرن، اینا شروع میکنن به خداحافظی کردن ساعت 2 بعد از ظهر و ما هم به راحتی میتونیم ازشون عکس بگیریم که اینا دارن چیکار میکنن و میتونیم با همه اون عکس‌ها به راحتی یه تئوری درست کنیم. این نمیشه گفتش که اونا یعنی یه جوری اونا جاسوسن. بچه‌ها خیلی خوشحالم که تا آخرین ویدیو همراه من بودین. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه و خداحافظ تا این ویدیوی دیگه. قبل از اینکه خیلی خوب چیز کنیم خداحافظی کنیم بگم که این برنامه ساکورا اسکول خودتون یکم اگه گیم پلیش کنید شاید خیلی از تئوری ها رو برید، ولی اگه میخواد توی مثل من توی یوتیوب کار کنید یا در مورد ساکورا اسکول ویدیو بذارید یا برید توی همون آپارات در مورد ساکورا اسکول ویدیو بذارید، قبلش چک کنید که کسی از اینا تئوری نذاشته باشه و خودتون از اگه دیدید کسی نذاشته باشه اون تئوری که خودتون داشتید رو بذارید. من هم خودم این کارو کردم و در مورد تئوری های دیگه بهتون توضیح دادم و من ازشون اسکی نکردم، فقط تئوری هاشون رو بهتون توضیح دادم. خیلی ممنونم که تا آخرین ویدیو همراه من بودید و خداحافظ.